سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من حسام گیمر 1390 هستم. و بقیش من ابوالفضل ایکس پلیس. امروز یه چالش خیلی خفن داریم. حروف الفباییه بچه‌ها. هر چیزی که به ما افتاد، مثلا واسه من ب افتاد، واسه ابوالفضل چه افتاد، واسه این الف افتاد، باید با هر چی که اسمون هست برم خوراکی بخرم، خوراکی بخرم، غذا، هر چیزی که هست. اما با 100,000 تومان، با 100,000 تومان که این اوضاع هیچی نمیتونیم بخریم، ولی باید سعی کنیم بتونیم بخریم. هر چی دیگه افتاد انجام میدیم و با هم میخریم. 3 2 1 من اینو برداشتم. من که شانس دارم. بودو ده چی بخرم؟ ده سه شه دونات میتونی بخری، پیراشکی، بعد دهنت میتونی بخری، خیلی چیزا میشه خرید. من شیر، کاکائو، شکلات، هر چیز دیگه. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشین، ما بریم بیایم. لیتس گو. من برم ببینم باشه چی میتونم بخرم. میتونم شیر کاکائو بخرم. بذار شیر کاکائو بردارم. یخچال شیر کاکائو. خب بعد شکلات بردارم. شیرین عسل کو؟ بدم شیرین عسل. بعد دیگه چی میشه؟ چند تا شکلات ببینم. 100 تومن که بیشتر. شکلات برمیدارم چند تا. این اسمشون چیه؟ شکلات دیگه. نار بذار. 2 تا بردارم. دو تا از این، یه دونه از اونا بده. پولمون اضافی هم باید امتیاز بیشتری میگیریم. اینو بذارم. بده. خب این خریده من. بچه‌ها من میخوام بردارم. از اینا. خب با چی؟ با ده. یه دونه چی بردارم؟ با ده. اینجا چی هست؟ دونات. خب بچه ها یه دونه دونات. خب اومدیم با 3 سوسیس بنچه. این کوکتل ها، اون سوسیس قرمزا. خب بریم. اوکی. یه سوسیس دیگه چی داریم؟ ابولی خب سانیس بیا تو همینو برداشتم بریم خونه تمرین و اومدیم خونه بریم چیزامون رو معرفی کنیم. خب بریم. کیسه من و حروف من که ش بودم. شیر کاکائو که قیمت 40,000 تومنه. شکلات نارگیلی قیمتش چنده؟ 10,000 10 تومنه. این دوتا هم دونه ای فکر کنم 5 تومن بود. آره شکلات ژله مانند دیگه. حالا شیرین عسل، شکلات نانی دیگه ما خریدیم. خب حالا کیسه من دلستر فرش چنده؟ یه نه دونات بگید. یه دونه دنت طالبی. حالا برای ما شما 3
سانینس خریدیم انبه به قیمت کیفیه 42 تومن، به ما داد 50 تومن. این از این. حالا اینه دوقلو که واسه شده میشه 20 تومن. من چقدر کم خریدم. یه دونه هم سوسیس 25 تومن. کیفیت دودی نون و اینا هم که برای سوسیس داشت. آره دیگه بریم هم شروع کنیم خوردنمون. خوراکی‌های اول با این ساینس شروع کنیم با طعم انبه. اما با این کیک دولو خوشمزه. یعنی بقیه سوسیس یه دونه شاید بریم کافیه. چه خوشمزه. یکم ضرر داره دیگه، مضر. خدا دیگه ببخشید عجله من. سوسیس یه ذره نون بنده میکنیم. تو بنده میخوام بخورم. سس تند آوردی یا 3 ورق بدیم بچه پشت سر هست. گفتی 3 ورق 4 ورق اون کوچولو حساب نیستش. نونش کمه نه؟ آره. سس همدانی ها فلفل تند. چه خوش رنگه. ترکیم چوردم. میریم اینجا. بفرمایید میل کنید. اوه لایک با لایک نشون بده نظر چطوره. یه دم آخرین بله بدیم. لقمه همه رو میذاریم دیگه. از اول کاش ریز میکردیم. آره دیگه بخوام فلفل زیاد بزنم. کاش سرخ میکردیم خوشمزه میشد. دیگه نشد. دیگه نشد دیگه. عجله‌ای شد. ساعت 12 شب. چرا کیفیت Aynen olmaz. چه خفنه. شانس تو. نصفشو رسیدم. با لایک نشون بده. دلسترم دارم. خب بچه این طور هم دلستر. اونجوری باز نمیشه. بچه باز نمیشه. من میرم باز کنم. چرا باز کردیم اومدی با طعم خوشمزه است. خیلی بخور. بازی بچه با دوری ببینیم چی میشه. خب لایک نشون بده و حالا آخر سر من شدم. میخوام ببینم شیر کاکائو شیر نسل چه طعمی رو میده. مثل قدیم درش کن. نمیذاشم پشتش باز شد.
قدیم میگی داداش. باشه خیلی خوش نقاشی. با دهنه پر نتونستم بزنم معذرت. اینو تست کنم. به اینا میگن شکلات نارنجی دیگه. یه دارم از اینا بخوریم و خداحافظی کنیم دیگه. من ناری آناناس خوشم معذرت میخوام ویدیو فکر کنم طولانی شده باشه. دمتون گرم دیگه. ما رفتیم. مرسی که اینجا ویدیو همراه ما بودید. لایک کنید، کامنت بذارید، دنبال کنید. من پیچیم و ایسپلی هم قرار از این بعد ویدیو بذارم. حواست ایسپلی این از چالش میزمون بود. امیدوارم همون لذت برده باشید. فعلا خداحافظ.